تمام رفقا دوستان خوش اومدید به دومین ویدیوی من در کانال یوتیوب ما. قبل شروع ویدیو اینو بگم که ممنون از تک تکتون که زیر 2 ساعت ما بالای 200 ویو رسوندید شورت ویدیوم رو. ممنونم از تک تکتون، زحمت کشیدید. این ویدیومون درباره اینه که من دوچرخه‌ام خب گفتم دیگه خیلی وقته که همینجور مونده و شستمشو بهتون گفتم که گردوش تکارا انجام بدیم. امروز اومدم روی دوچرخه‌ام یه دونه چراغ ببندم، چراغ که اکثر دوچرخه‌ها روشون هستش. اونایی که دوچرخه اسپورت دارن جمع میکنن یا کلا دوچرخه‌اش میخوان برای شروع اسپورتش کنن. رفقا من این جایی که شما میبینید این سلفون کشیده هستش. خب دارید میبینید که این اسم این چراغه رفقا چراغ هلا هستش و اکثر دوچرخ بازار دارنش و این خب من اینو 2 سال پیش خریده بودم موقع هلا نداشتم و اینو برای اولین بار خریده بودمش. بعدش دیگه به دردم نخورد، انداختم و نقابش هم شکسته بود. خب موقع من که شروع کرده بودم حاجی این شیشهش زرد بود، سفیدش کردم. خب در کل قرار رفقا ما امروز بریم با شما این دوچرخه رو ببندیم روی دوچرخه ای من و چون که دوچرخه ای من فابریک هستش و هیچ چراغی نداره باید امروز بریم اینو ببندیم روی دوچرخه ای من تا به دردم بخوره. چراغ داخلش عوض شده و الان به شما نشون میدم چراغ داخلش چه چراغ گذاشته شده. رفقا اولین برم آنباکسش کنم برای شما ببینید. فقط از این داشت، فقط از این چراغ میده، از این خیلی خوبه. ببینید خیلی خوبه حاجی. ببینید حاجی آیستاد بازیش آیستاد اول حاجی این حاجی بازیش کنم وایست. ببخشید یکم تایم ویدیو زیاد باشه. خب این کنترلشه که آیستادم بیایم بازش کنیم کنترلشو. حاجی همه چیزش حاجی سلفون کشیده بودم. خب دیگه گفتم دیگه خیلی وقته که اینطوری مونده کنار خونه. حاجی بازش کردیم. خب ببینید حاجی داریم حاجی میکنیم. بله دیگه کل دیگه سلفوناش دیگه این از کنترل چراغ مثل فکر کنم الان دیگه فهمیدید دیگه چه چراغی که من بستم روی این. الان دیگه مطمئنم دیگه همتون الان فهمیدید. به حاجی دارم از سلفونش داریم میکنی. بعد از فکر کنم 2 سال اینا شده که من اینو بازش نکردم همینجور سلفون. خب رفقا این از هلای ماهه که داخلش اگه البته که خوب زوم نمی کن دیگه، من خیلی ببخشید ازتون. ببینید داخلشو. خب ببینید این هم کنترلشو چند زنگ داده این چراغه، ولی خب متاسفانه پاکیمون فعلا اوکی نیستش اینو روشن کنم. فعلا بوتسم هم اوکی نبود که بخوام یه هدلایت و یه هدلای خوب بگم. فعلا این بدون نقاب رو بریم روی چرخم وصل کنیم. برای قبل اینکه بریم وصل کنیم اینو هم بگم برای اونایی که میخوان این چراغ رو بگیرن روی دوچرخه‌شون وصل کنن به یه دونه پایه AL نیاز دارن که توی گل بزنید براتون میاد. پایه AL یا همون گونیا بعضیا میبندن روش ولی خب گونیا بد میشه. ببینید اینو اینجوری خب به سمت پشت ببندید، محکم کنید. این پیچ فابریکی این نیست، پیچ فابریکی کل هلاها اینه. این سایز فکر کنم 6 باشه یا 7 باشه نمیدونم. کلا به اون دو شاخه به کلا اون سوراخ که یه 2 شاخ شما هستش داخلش نمیده و این بزرگتر از اونه. خب باید شما پیچ سایز 6 بگیرید برای دوچرخه‌تون. بعد همون شما باید برای دوچرخه‌تون پیچ سایز 6 بگیرید. خب باید از این پیچا بگیرید که اینا سایزش هم یک نمونهش دارم برای شما نشون میدم. این واشر پیچه باید 2 تا واشر بگیرید، یه دونه هم پیچ. بگیت دیگه نیاز نیستش. خب فقط باید همینا بگیرید. آقای من زیاد شما معطل نکنم، بریم که برای وصل کردنش روی دوچرخه دوباره هم میگم ممنونم ازتون که حمایتم کردید و این خب ولی خب ممنونم. خلاص
اینو بریم که ببندیم. بهتون گفتم حالا این پیچش رو عوض کنید، جا نمیدید دوچرخه‌تون. بعضی از دوچرخه‌ام دو شاخشون سوراخ ندارم که اونم دیگه نمیشه بستش. اینم بگم خیلیا به این میگن اسم این هلاه مال نیسان. نه آقایون، این هلاه مال نیسان نیستش. این هلاه مال پراید کره‌ای هستش که میبندن روی سپر و آره دیگه همین. یعنی میگم در کل اینو با اون چراغای دروی نیسان میبندن، اشتباه نگیرید لطفا. بریم که رفقا ببندیمش روی دوچرخه. خب رفقا بریم که رفقا ببندیمش روی دوچرخه. رفقا الان رفقا از آسانسور پیاده شدیم. رفقا بریم که ببندیمش روی دوچرخه. من لایک و ساب و کامنت گذاشتم، یادت نره که گرای کلی خریدات برای دوچرخه انجام میشه. فعلا هم این شروع کاره. رفقا بریم. خب دارید میبینید که این دوچرخه منه، حتی الانم بدون صندلی هستی. هادی میخوام اول به این ارتفاع بزنم. نه یعنی اونجوری اول هلال ببندیم، بعدش پات بعد میخوام در این دوچرخه‌مون رفقا ارتفاع بزنیم. خیلی ببخشید چون که من فیلم بردار ندارم که موقع بستن هلا به من کمک کنه و فیلم بگیره. خودم تنها هستم و مردم به تنهای ویدیوهامو ریکوردش کنم. واقعا ببخشید. من مجبورم که ویدیو رو بزنم استوب، بعد اینکه بستم براتون ویدیوشو بذارم. خب رفقا من ویدیو رو میزنم استوب، بعدش برمیگردم. و رفقا و دوستان عزیز من، رفقا خیلی سخت کشم تا اینو هادی بستم. سخته یکم بستنی چون دو شاخ رو وا نکردم بندم. الان میخوام بهتون نشون بدم. و رفقا اینم از هلامون. دارید ببینید رفقا اینم از هلامونه. درسته بدون نقاب یکم بد دیده میشه، خب زیادی بدم هم دیده نمیشه. الان همینجوری هم رفقا خوب شد. سیمش هم دارید میبینید دیگه بدون باتری هستیم و سیمی چیزی بهش وصل نشده باشه. انشاءالله که حمایتمون کنید، لوازم زیاد کنیم. میدونم الان خیلیاتون میگی که این چقدر آخه اتفاق بزن. ببین نگران نباشید، کل کارهای اتفاق رو کم کم دارم اوکیش میکنم که حتما هم به این زودی اگر اتفاق زده بشه دیگه دوچرخه‌مون حتمیه اتفاق. خب آدمم اتفاق رفقا حتمیه که اگر زده بشه دیگه دوچرخه هم دویی که داریم مید. همین دیگه دوچرخه همینه که صندلیش هم عوض بشه و عوض که نه ولی که صندلیش هم بیاد دوش. رفقا ممنونم تا اینجای ویدیو با من بودید. تاکید همتون هم گفتم لطفا منو رفقا لایک و ساب کنید. واقعا داریم زحمت میکشیم. دوست دومین ویدیوم فعلا، ولی خب ممنون میشم که لایک و سابم کنید. خدا